سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. بریم داشته باشیم نمایشگاه جیتکس 2023 دبی رو. همینجوری که داریم میبینیم به قدری تکنولوژی پیشرفت کرده توی زمینه بازی که یه بازی جذاب و خیلی اصلا نگم یه دنیایی بود، یه دنیایی. همینجوری که داریم میبینیم چقدر شلوغ بود این نمایشگاه و چقدر ایده میتونستید بگیرید از این نمایشگاه. چه پیشرفتایی رو ما میتونستیم ببینیم توی صنعت خودروسازی دیگه، از هواوی و اتصالات و اینا که نگم براتون که دیگه اصلا چقدر ما توی زمینه اینترنت و سرعت اینترنت در آینده نچندان دور پیشرفتای خیلی خوبی رو شاهد هستیم. یه چیز جذاب دیگه ای هم که توی اتصالات میشد ببینیم شرکت بنز بود که یه بنز فوق العاده خوشگلی رو معرض نمایش گذاشته بود که فول برقی و فول هوشمند. از طرف دیگه تاکسی‌های پرنده‌ای که دارن استفاده میکنن که در آینده ما دیگه اصلا نیازی نیست با خودرو بخوایم جایی بریم. اونایی که در واقع کار عجله‌ای دارن و فورسی رو دارن میتونن با این تاکسی‌های پرنده خودشون رو زودتر به مقصد برسونن. میتونم بگم امسال یکی از شلوغ‌ترین و پرجمعیت‌ترین و بهترین غرفه رو غرفه اتصالات داشته. همراه اولم که نگم دیگه، خیلی برام جذاب بود که همراه اول هم توی نمایشگاه جیتکس حضور داشت. یه نکته دیگه‌ای که میشد در واقع توی نمایشگاه خیلی به چشم می اومد استارتاپ‌های کوچیک بود که همه دور هم دیگه جمع شده بودن و هر کسی به یه نوعی میخواست جذب مخاطب بکنه که اون فناوری که در واقع خلق کرده بود رو هم به معرض نمایش بذاره، همین که بتونه اسپانسری برای خودش بگیره. تو صنعت AI هم که دیگه نگم براتون دیگه چه تکنولوژیایی اومد. بخش هوش مصنوعی و نرم افزارهای هوش مصنوعی که اصلا دیگه بیداد میکنه. رباتایی هم که قراره در آینده به ما کمک بکنن که اصلا چقدر با هوش مصنوعی ترکیب شده بودن و وای از همه باحالتر این سگه بود. خب مرسی که تا انتهای ویدیو با من بودید و این هم از نمایشگاه جیتکس 2023 دبی. میبینمتون.